روزی روزگاری شیری گرسنه شد و به روباه گفت طعمه‌ای پیدا کن وگرنه خودت را میخورم. روباه به سراغ الاغی رفت و گفت شیر میخواهد تو را پادشاه جنگل کند، با من بیا. وقتی الاغ به نزد شیر رسید، شیر به او حمله کرد و گوشهایش را برید، اما الاغ موفق شد فرار کند. الاغ با عصبانیت به روباه گفت مرا فریب دادی، شیر میخواست مرا بکشد. روباه با لبخند گفت احمق نباش، او گوشهایت را برید تا تاج شاهی را روی سرت بگذارد، بیا برگردیم. این حرف به نظر الاغ منطقی آمد، پس دوباره برگشت. شیر دوباره به او حمله کرد و این بار دمش را برید. الاغ باز هم فرار کرد و فریاد زد این بار دمم را برید، تو دروغ گفتی. روباه گفت شیر دمت رو برید که بتونی راحت روی صندلی پادشاهی بنشینی و دوباره الاغ را فریب داد و به نزد شیر برد. این بار شیر فرصت رو از دست نداد و اونو کشت. نتیجه اخلاقی: گول حرفای قشنگو نخور، کسی دلش به حال تو نسوخته که بخواد یه شب تو رو به جایی برسونه. الاغ به خاطر اینکه واقعیت جلوی چشمشو نادیده گرفت و بارها دروغو باور کرد، آخرش جونشو از دست داد. در زندگی یاد بگیر که فکر کنی و سوال بپرسی تا اینطوری دم به تله ندی. اگه ما رو فالو نمی کنی احتمالاً هیچ وقت همدیگر رو نبینیم، اما اگه دنبال می کنی بهت تبریک میگم، تو هر روز در مسیر رشد هستی.